مقامات انتظامی حرکت تاکسی‌های معروف و 3 سامانی را در کوچه‌های مرکزی شهر دوشنبه محدود کرده اند. دلیل این اقدام پیشگیری تنبشوی در راه‌های شهر دوشنبه گفته می شود. طلبات قانونگذاری را 95% بگیم خطا نمیکنه نمیکنن آخی ایوه بعدی یو خیلی نمیخیل بچه یو شیمتری چی خرسیدگی خیلی مستقی نکلات خود همه میتونن میموز خریده ایل با کدام راهی که دست کرده همون در دست رون میشینه یک طرزی های میکنن یک طرزی مثل میرونن ماشینو را که باور کنین دهشت ایده از فایده شون ممکن زرالاشون چی میکنن خطرشون با چالبندو زیاد ایده موضوعی میسون. این نوع تاکسی ها معمولا در کوچه های مرکزی پایتخت حرکت کرده بر عوض 3 سامانی با ساکنان دوشنبه خدمت رسانی می کنند. عبدالله یک تاکسیران جوان به رادیو آزادی گفت هرچند اجازتنامه مسافرکشانی دارد او را کارمندان امور داخله هنگام کار در کوچه مرکزی بازداشت کرده اند. او هنگامی برآوردن ماشین خود از جریمه‌گاه به رادیو آزادی گفت 1000 سامانی جریمه سپرده است. قرض قولا کتیکا یافتیم در ماشین نبراری نمیشن زنده کتی میان لیبو خیقه ما بک میرم کار میکنم با ترافارتم بوینم خیلی کداش میزنم میگردم. با وجود آن که از حرکت این نوع تاکسی ها در کوچه مرکزی دوشنبه جلوگیری می شود، آنها احیانا در آنجا پیدا می شوند. امیربک کلانوف دانشجوی کالج تکنیکی هست. او به ما گفت بعد کمچین شدن تاکسی های 3 سامانه به درس و امتحان ها دیر می کند. автобус قد میبریم جو نمیویم مثل автобус داشتن رفتن دا انا سحر میخیزیم نمیویم فقط دیگه از ساعت 6 سحر خد میخیزه خوبو چای پای نخورده دویده کده راه میبره که автобус خالی بیوی بشنی بیوی به همجره خیلی تاک دیگه راه نیست. چتن و ایشنو دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید در وقت‌های اضطراری تاکسی‌های 3 سامانی خیلی خوبند. من همیشه از آنها استفاده میبرم، مخصوصا اگر در بینای قریه بالا درس داشته باشم و دیر کنم سوار این تاکسی ها میشوم. غیر از این شبانگاه در صورت نبودن اتوبوس و مارشروتکه ها این نوع تاکسی ها خیلی کمک میکنند. با گفت این دانشجوی خارجی تاکسی های 3 سامانی به دلیل تاکسی رسمی نبودن به خطر نیستند. غیر از این آنها بعضا نرخ‌های گوناگون را و مثل 5 یا 10 سامانی پیشنهاد میکنند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی خبر محدودسازی حرکت تاکسی های 3 سامانه را تصدیق نموده دلیل آن را اینچنین نداشتن حجت‌های ضروری برای مسافرکشانی نامیدند. اجازه‌نامه و پتنت داشته باشند برای مسافرکشانی در شهر دوشنبه از خدمات دولتی تنظیم و نظارت در ساحه نقلیات همزمان بود همین تاکسی ها تاکسی با اصطلاح 3 سامان و در چی در یکم جمعیت مسافربر با قید گرفته شده رقم های او زرد است که رقم های محسوس بود در اونها استفاده برند بعد حقوقی چی را دارند. قریب 10 سال شد در شهر دوشنبه تاکسی های 3 سامانه مسافر میکشند. آنها در برابر نقلیات شهری گزینه مقبول برای شهروندانند. تیز، براحت و ارزان مسافران را به منزل میرسانند که به قول ساکنان با آنها رقابت کردن نقلیات شهری در گمان است. تابستان بسیار بد گرم می شود. ایستگاه بسیار می ایستند و گرم می شود. به حد بسیار ایستگاه می ایستند. آدم جمع